دیوال کده تگای برخانه دیگه جایی نیه. امی زیباترین اینمی زیباترین ساحه تگای برخانه میه. دکو کشت میکنی، تگاو کشت میکنی، کچالو کشت میکنی، رشقه داره، شبتل داره، این چیزا. درخت های میوه در اینجا بسیار خوب شده. مثلا سیب اینه درخت بسیار کلان شده، شاید حاصلش هم گرفته بشد. این دیگه در فصل بار فکر کنم خوب سرسبزه ای قریه. در اینجا آمدم و سر خوردم چپر در اینجا آوزو که در این دور نزده خو. این قریجات توی طرفی چیه؟ رسوسنی چی مره؟ یک کولنگ مره. اینی یک کولنگ از کدوم؟ اینی دربلا مره. دربلا کوتال میبود. خب دوستان عزیزای دل، ما باز هم در ادامه سفر خو امیت آمدیم در ساحه تگای برخانه هستیم. آمدیم در قریه دیوال هستیم. ای که دیوال بر علاوه ازی که در این ساحه ما هستیم چند قریه فرعی دیگه داره و چقدر خانه هست در این ساحه. در اینجا ریش سفیدا اینجا خودشون رسم رواج منطقه را خبری دیگه. مردم یک دفعه دم بیگاه می کارا خلاص شد، باز به خاطر رفع خستگی میدم یک جای جمع میشه میشنه و قصه یک قصه هایی که اصلا همونجا قسم نبینی هم دیگه. یا خصوصا باز کسایی که سنش کلان است در رابطه با بعضی سرشته های قریه میشه، در رابطه با بعضی مشکلات میشه، در رابطه با بعضی تصمیم گیری های قریه میشه، همینجا میشینه و قسم نه. بس ما هم از مو خاطر اومدم در اینجا یک لحظه مزایم از ناشه و صحبت های اهالی از قریه از سوهر استفاده داره هم با خود می داشته باشیم تا آخر از گزارش کزمو بشین. کوکو کجام خیلی بیت بشینیم دیگه. خب دوستای عزیز، ما آمدیم اینجا در گیرش سفیدا شیشته ایم و یک دفعه یک لحظه امی طعمی شیرینی زندگی در قریجات ای که در دل هفته و میشینی و قسمونی چقدر شیرینی خاص خود داره. و در دوستا و بینندایی که خوب این شیرینی را سابق چشیده بوده و فعلا دور از وطن است ببینید و پشت از این لحظه شاید دیگ شوید و باز هم با دیدن از این خاطرات شما تازه شوه. و در کسایی که در قریجات زندگی مونید و میگرید هر لحظه که در قریه مردم زندگی مونه، هر لحظه شی هر دقیقه که مگذره یک خاطر است. خب کوکو جان، یک در قدم نخست خو سلام علیکی کردیم و بعد بلده بیننده یک سلام علیکی کو امو کسایی که از طریق دوربین شما رو میگیرن فقط یک سلام علیکی کو دیگه خلاص. نه امیر خان بگو صحیح است. سلام علیکم. تشکر. تشکر، زنده باشین. جور باشین. خوش آمدین. خوش باشی. کوکو جان، نام تو؟ نام زیبای تو؟ نامی از من محمد باقر. محمد باقر. اصلا همین قریه دیوال است. بله. خب اینو از ما بگو این قریه دیوالی که ما آمدم در مجموع امی تگاوی برخانه ما فکر کنم زیباترین ساحه یا جای بیسود است. واقعا زیبایی خاص خود داره. در اینجا در قریه دیوال یک قریه یا در پالیش دیگه قریه جات است دیگه چند قریه چند خانه است. موسای اینجا پالوی خود دیگه قریه هم است. یگو 60 خانه ای مو چندی؟ زیادتری؟ آره مجموعش. آره. دیگه فردی زیاد است. آره. فردی داره دیگه اینا اینو خیلی باش. کوکو جان یک دفعه نام خور بلده بیننده بگو. سید احمد، ما از قریه گیروی دیوالم. از گیروی دیوال؟ آره. دیوال گیرو پیتا و گیرو پیتاب داره. گیرو پیتا دیوال از گیروی دیوال. خب سعید در گیرو رفته. سعید خب این محترم یعنی رقم. خب خیلی خوب. ول موشوم در پیتا شته یا در گیرو شته؟ در وسط یعنی ماجد و اینی مربوط ماجد. اینی مسجد چما یا؟ گیرو یا این پیتاو. دواسد. خب. پیتاو. آره. قریه معلوم نمیشه جنگل. وجه قریه فردی دیگه بالی است وام بله امزی از مود دیوال است وام خیلی ساحه خیلی نفوسی هذا جدای وا. خب. جدای است. در مجموع باز
50 60 خانه میشه دیگه 60 خانه هم زیادتر اضافه تری سر ماشاءالله خوبه چقدر خوب مجموعش گرو پتا و سراسیمو هم د مسجد کی جمع میشه یک جای همو یک 70 خانه است. خب باز در مجموع مسجد شما میه دیگه مسجد میسه داره. منبر شما باز کدام است؟ منبر منونه مسجد نداره این منبر. سلام خوبی منبر اد نداره دیگه. نه منبر این منبره مسجد نداره. روزا جور ندی چه؟ یه خانه کدام نفر؟ آره خانه هم سید است. خب چقدر مودرن جور منو با خدا. خب خیلی خوب. دیگه در رابطه بازی بگی مردم بیشتر در اینجا چیز خیلی کشت منه کاکای جان خود تو مثلا چی حاصلات داشتی فصل اینا از فصل خزان روز دوم شسته نه؟ بله خودت مثلا فصل هسته که کل مردم هم میل داره و حاصلات بالا منه خودن شما چی کشتی از مصایب گندومه دکو کشت میکنی تگاو کشت میکنی کچالو کشت میکنی رشقه داره شبتل داره این چیزا ولی او کمه او هنوزم کمه آره. اون هم دریاست پایین هم تو راوش در موره او دیگه در موره گندم صاحب مثال پاک سرخی گرفت تایپ کرد دیگه بدر نه سرخی گرفت آره سرخی گرفت که نولی بعد که جمع شد تریچال که دیگه دا چپار بور نمیشد از دی سرخی دیگه نه نان نه دیگه یه جمع مردم دیگه جبوی خونی صاحب دیگه بخی گندم نیاز داره خیلی زیاد این کچالو که اینجا کشت کنیدن کچالو کم سرمازه ده یعنی بلگاهش اینجا سایه جنگل ماندونه کم دیگه خشک کده یعنی نظر در سالهای اخیر کشت کچالو اینجا زیاد شده یا کم شده؟ زیاد شده دمی 2-3 سال اضافه شده کچالو زیاد خیلی میشه صاحب او کمه او کم رسیم آره کچالو ممکنه روی حل داره پس روی حلش نمیسته که باید در این زمینا آب بالا شود بنده یا گردان زده شود بله امکانش هست یا در سولر آب بالا شود یا بنده یا گردان زده شود دوباره پس که آب از طریق انرژی دوباره این طرف پمپ شود بالا شود امکانش هست ولی این زمینا را ما فکر می‌کنم خب به نظر شما حاصل گندم خوبه یا حاصل کچالو خوبه؟ کچالو زیاده هیچم خوبه نه؟ آره هیچم خوبه در کچالو زیاده سالهای اخیر گندم سر نمیشه سرخی میکنه ای بالا من سرما میزنه اینی نمیرسه سرخی مونه ای نمیرسه خوب ثابت نمیرسه دیگه ای که دل رو میشه سه این کچالو بس غلیمه ده آره ای خوب آره زیاد کار داره باز غلیمه ده خوبه کچالو صاحب امی اولی بهار اگر سرما نگیره آره دمی کرد دیگه خوبه خوب اینی اولی بهار اگر سرما گرفت پس ممنه خیلی یک سال اول تابسته سرما میزنه اول تابستون خیلی یکم دفعه یخی منه آودیس پیش میاد خب ما تو جای میگم کوویزی بسیار کراشه کلا نمیتونه شکل جوی سیل داره کلا مثلا نیکو بیخی اگر باران کنه اون قدر سیل میکنه که تمام میکنه بازی شاید زمانی که سیل کنه درارم زمینورم تخریب کنه بیخی تخریب آره پارسال اینجا سیل کده بود پارسال نه از این نوبل ترغای آمد اونجا مدرسه کی هم دیدی سو آره اونجا نو آمد از این نو نمد باری که بار رکبار از طرف ما دی طرف نه خب باز مردم در اینجا خب معلوم میشه کل مردم اکثر مردم در اینجا شغل مالداری است کسی که مالداری نکنه خود اینجا نمیشنه بازی کووا خب من فکر میکنم کفایت نمونه شما از اینجا در اینجا مثلا ایلاق اینا مره یا کل مردم دم سری ایلاق نمره از این قراجات بعضی جای مره بعضی جای موک نمورید بیخی اوغان خورد دیگه اونا خب کوچی هم مولای از ما مثل لاغاره که دیگه چرک نیست یعنی باز از این ساحه دیگه کس ایلاق نموره دیگه نه سی ایلاق نموره برخانه نموره خب خیلی خوب ببخشید باز در پالوی از این درختای میوه در اینجا کسی کشت کرده نکرده مثلا ما از پایین که آمدم در قریه دشت بود دیگه نه مثلا در اونجا مردم نیالای سیو شانده بود باغ بود بسیار خوب حاصل داده بود من رفتم خودم سعی کردم سیو رسیده بود دیگه بعد گلپی کشت کرده بود کدو کرم مثلا خیلی چیزای دیگه هم کشت کرده بود ولی اونا خوب حاصل داده بود اینجا چی رقم آب هوایش نظر در اونجا رقم گلپی امتحان نشده همین کدو موشه اینجا مثلا رنده موشه در پولی از این خوب من فکر میکنم در جایی که میشه و لوبیا هم میشه نخود هم میشه ولی مردم در این ساعت کش نکرده دیگه کش
کشت نکده، همو فرهنگش نبوده، کسی در قسمت راهنمایی نکده. اوش فرق میکنه. او دریا پایینه. آبی از مرد اینو بالا. دریا صاحب چخور افتاده. زمین از آبی از دشت اینجا بهتره. اینجا بالا بری میوه مرشند تازه. کم همونطور یادم نداشتی ولی برمیدیه مردم انت میشن نه شوق پیدا کرده ولی یک ذره او نمیرسه کمه از این درامه دزو مغرض نداری چقورش دریا چقور دریا چقوره بور نمیشه کار نداده دریا یک روی حل داره که اوش کشیده شه بله بعد در اینجا او طور نوی هسته که مثلا اول اولی بار کلی اوش در دریا به ادر بره مثلا زوخ نومینه که او بند انداخته شوه او تو یک جایا داره یک قسمت داره اینی مثلا سقف دره کم منورتر است که در اونجا بند انداخته شوه بسیار خوب او بند داره که بند جای او بند خوب جای او بند داره این او بلی از مو بسیار خوب جای صاحب تنها دایم کار نداری بی این تر کرش آها علاف نیه این علاف نمیشه دیگه علاف نمیشه اینجی نه دراو میشه نه مال خورده میتونه نه هیچی نمیشه همینجی یه سوزید اینو بلا خوبه او کمه یعنی اول بار اگر دستت گوش بند انداخته شود در ایام سال موشه آره یعنی یک دوست عزیز یکی از راههایی که بعضی از دوستا بر از ما پیشنهاد داشتن در قسمت بندای او در بسود کار شوه یکی از دلایلی که ما زیاد رویش تاکید دارم و برای فعلا تاکید میکنم در پولوی از که مثلا روی کلینیک و مکاتب کار میشه باید روی زمین بندای او در بسود در قسمت کماوی هم کار شوه چون سال به سال کماوی زیاد شده رفت باید در قسمت مشکلات از نو رسیدگی شوه من انشالله اگر دوست فرصت بود همی دره را برای شما یک دفعه به تصویر میکشم ببینیم که در قسمت بندیا او یا نتیجه میده نمیده انشالله یک تصویر میگیریم از او باشه خوبه خب کدام پیام و گفتنی و اگر بلده دوستا داشته باشید با معذرت ما در اینجا مزاحم شما شدم شاید سلسله قصه شما خطا خورده باشد و نه خطا نخورده صاحب محترم ایمو چی بگی مردم بسیار اوراق صاحب توانی گندم خریدن نداره علمی حاصلات بیخی سرخی شد دیگه یک چند روز پیش اگر شما اینجا بودی که ما نشان میدیدیم واقعا اینجا خوب یک خوب امیال خیلی زیاد باد است همیشه نکرد هیچ دیگه موتور دیگه بله گفتم امیال خیلی زیاد باد است همیشه ولی باد صاحب نه باد نبود گرم بود باد خوب بود سرخی کم میشه باد که باشه نبود در تابستان باد نبود هیچ باد که نباشد با سرخی زیاد میشه بله حالا میزان وقت باره دیگه آره دیگه خیلی خوب خب دوستا از دل تشکر تا این بیننده بودید و مو یک تعداد از زیبایی های قری دیوالا برای شما به تصویر میکشیم انشالله منتظر بقیه گزارش های از مو باشید که ما در چی ساعتی بیسود خود رفتیم و کدام زیبایی ها رو برای شما به تصویر خود کشیدیم منتظر بقیه برنامه از مو باشین خو یعنی کشالونا دیگه مشکل نداره من فکر کنم اگه سرماز دم با کور رئیس ده دیگه آره دیگه یا فقط گندم خراب کردیم سال گندم رو زیاد خراب کردیم صاف باز فکر کنم اینجا مردم زیاد گندم کشتم مونه دیگه گندم زیاد تر کشتن آره باید برشترین تا بخون پشت میزی نه از پوچ همزی همه هر جای نه خیر از سرشی از سری جایی عکس گرفتم سوای دیرم چینه چطورت شیر بچه بخی جوری خواه او دختر ازو مکم گرفته دیستو خونه میشه خواه دوست عزیز ما در علی هستی نه دوست عزیز یک نکات جالب در اینجا جواری هم شده بله این که نتیجه داده نداده صاحبشی هستن یا صاحبشی نیه همین نتیجه نداده نتیجه نداده امسال سال اولش بوده چی رقم سال اول خب حتما شاید یک بی تجربگی کده یک چی کده ولی ما فکر کنم سوز کده در مرحله رسیده که یک مقدار خام
جوریش خام است فکر کنم دیگه از بالا نرفته. اینو لگه پلاستیک بگیره دلدارم می برسه که یخی میرسه شاور یخ میشه. دیگه درختای میوه اینجا است. درختای میوه سیب معلوم داره. سیبش رسیده بخی. اونم هم جواری. چند دیگه؟ هم جواری یعنی. خب باش دیگه رفتون بریم. تو مولولا یه الک تو سیم خره آف. سگ بود یک سر ما. نه. ولی تو نمی‌یی تو بیا که اینجا بسیار کرم شلوکس میتونی؟ خب فکر کنم که درختای میوه در اینجا بسیار خوب شده. مثلا سیب نه درخت بسیار کلان شده شاید حاصلش هم گرفته باشد. او باشه اینجا سیب خوردی تو؟ کندی؟ آره. ساوس کردی؟ آره. اونو سیک یک دفعه؟ نام چیه؟ سجاد. خب این باغ از شما؟ آره. خب از خودن شما دیگه؟ خب این جوری نکرد دیگه؟ جوری نکرد؟ صبر بسیار کم شبیه خرکوده. کم بسیار کم چی کده؟ و تو نرسیده دیگه. ای که از نگاه انجینری و از نگاه چی از در قسمت زراعت ما خودم بیشتر نمیفهم که آیا این چقدر دیگه کار شوه. انشالله در قسمت از اینا سمینارها دایر شوه مردم آگاهی داده شوه میشه که همچون چیزا رویش کار شوه دیگه. در قسمت درختای میوه نام خیر چی گفتی؟ سجاد هم که میوه از درختها رو کلگیش رکنده و خورده دیگه. بلده ازمود یک کدام میوه رو نمانده دیگه. در پولی از اینجا کرم بسیار خوب شده. در اونجا فکر کنم کاردوست در پایین خواهد که تمام چی خلاصه در اینجا کشت کرده. یا قوریه شبیه قوریه است ولی هر چی میتونه که حاصل بده. در اینجا اگر روی شکار شوه اگر واقعا او باشد ما فکر منم واقعا قریه دیوال واقعا قریه بسیار زیبا و مقبول و یک ساحه بسیار دیدنی است. یعنی چیه که کشت شده؟ اینی این حاصل دوم از این سال است دیگه. جو بود. این جو بود؟ این جو بود حاصل دوم شه. چقدر خوب. یعنی حاصل دوم شاید در ثمر نرسه از مشون شاید استفاده نشه شاید بلده گاومال شاید استفاده میشه. من حیث الاف استفاده شه. گاومال شاید استفاده مونه. خیلی خوب. خب تشکر. خب دوستای عزیز ادامه خوبه منتظر ادامه گزارش باشید. ما میریم امی تو طرف بالا امی زیبایی های امی قریه دیوال ای که مثلا چی زیبایی های با خود داره و چرا اینقدر سرسبز است تا آخر از گزارش که از ما باشید. ما میریم امی زیبایی ها را برای شما به تصویر میکشیم. خب این دیگه در فصل بار فکر کنم خوب سرسبزه ای قریه. این بار که بخاطر یک ما بار یاد ما رفته در اینجا البته. یعنی چی آنتن کدام شبکه؟ سلامه؟ باز خوب سعی کار میده یا نه؟ کار میده. خوب کلو بد نیه. خب اینترنت هم استفاده میشه نه؟ بله. خب دیگه یعنی دعوت شما رو کس نداره دیگه. قلیمت تر. خب صحیحه دیگه. از این صاحب بالا باز روشن کار کنه. خب فکر کنم باز روشن کار میکنه. شبکه روشن در بالای دیگه. شبکه روشن بالا. کویری. خب صحیح. کوی کجک میگه. کوتل کجک کسا. آفرین. صحیح ما او کوتلا رو گشتم. آره. کون او بسیار سالات و روشن اردوش در دیگه شب روز او. دوستان عزیز یک چی که در اینجا آمدم و سر خوردم چپر در اینجا آوزو که در این دور نزده خو این در اینجا به خاطری که زمانی که فصل چپر است چپر منه باز بعد از او در اینجا که آوزو کنه در زمستان در اصلا ناسیب نمیگیره یا خراب نمیشه. یعنی در اینجا تو امن ممنه و از این میشه در اینجا استفاده بکنه. باز کسا در باز جای استکده میله باز جای یک رقم باز در اینجا دور نزده و اینجا مانده به خاطر که نگاه شوه. خب تا آخر ویدیو قزمو باشین. خب از کجا بریم؟ خب باید بریم.
در بهار خب بهترین جایه. یک کمک آبش کم از این دره میاد. خب فقط آبش یا؟ نسبت های در بیسویدی. بیشتر اول وقت اینجا بابا 100 بار شکر اونجا یه دوید بیه. نه اینج خوبه. اینج نظر دوستا. یعنی کرپا ما تا جایی که فکر می‌کنم کرپا شاید دیرا سیوم میشه بشه. یعنی دوستا عزیز حاصلات کرپا رشقه هم خوبه دیگه. یعنی حاصل سیوم است. اگر واقعا خوب سرشه کار شوه و یک دقیقه خوب سعی کنه یعنی 3 فصل میده. فکر کنم تازه در می روزا کم کم سرما زده. یعنی زی بابا شاید دیگه این نگاه نشود دیگه امروز که کلان دیرا سیوم میشه امروز که شاید کلان نشه دیگه. این ساها رو سرما زده. خب یعنی او ایر نور علاقه دید یا که همی قدر آوشه است یا همی قدر است آوشه این خوبه دیگه. یعنی اگه باندی او زده شه ای اگه باندی او از خود دره میانه ای اگه باندی او زده شه من فکر کنم بسیار خوبه نی کلی ساها دیگه بسیار اواره بسیار دوستا عزیز امو دری که اینا موقع باید بند انداخته شوه اینمی در است. یک دری بسیار اوار است. یک سرکوی بسیار خوب داره. یعنی اوی که من فعلا در پولش هستم سر صداش میه از امی در است که میه ای تو در پهنه دیگه به اصطلاح. خب دوستا عزیز باش بگیریم کدام موقعیت خوبتر اگه یافت شد او رو به تصویر میکشیم که اگر اینجا بندی ها زدهش خیلی خوب میشه چون اینجا خیلی کماو است. موشه که از اینجا او طرف ای طرف پایپ کشی شوه و سر از این زمین ها بیشتر کار شوه. زیبایی اگه بگیم دیوال کده تگای برخانه دیگه جایی نیه. امی زیباترین اینمی زیباترین ساحه تگای برخانه میه دیگه. اینمی اینو خوب سایل کنی. نه واقعا دیگه حقیقه خیلی این سرخی زده نه؟ نه سرخی نزده این پاس بسیار رن. یعنی خوب گندم مونه دیگه. ساحه زیاده که مجاوزی کمه. اوه دوستا عزیز ماشاءالله در یک ساحه کلگی ما برشدیم که کل جای زیردیست است. واقعا نمی کل زیبایی تگوی برخانه واقعا یعنی اونو قریجات چی بدک دشت که مو آمدیم او دشت تاینش او دشت بالنش این قریجات و طرفی چیه؟ رسوسنی چی مورا یا کولنگ مورا اینی یا کولنگ از کدوم اینی دربلا مورا دربلا کوتال میابوس خیلی سوهای گفت روی موتورسیکل هست نه؟ آره موتور مورا میخواد موتور مورا اینی از این ده کولنگ رو داره دیگه. آره هم پاسویا رو دارم بو زمین موتور یا زمین سوها هم زینچ می او سموره یا نه واد از بامیان مورا در دروی سیاسن ده اونج مورا او را نزدیک از پخته یا یعنی از بندامیر تاتاره نه؟ از بندامیر پایینه. بندامیر نزدیک مورا این میداره. این نزدیک مورا؟ آره نزدیک مورا. دم موتور که بره بگو پاسم میاد. 3 ساعت زیاد کتال نخره. خوشمو اگر درصد که بندامیر رفتنی شوید شاید از اینجا ایتور حلقه که از دونسیاسنگ تو چی نمورید؟ این مزید دارم مورید. موتور مبری موتور که به 4 روزه مورا. خب والا چقدر نزدیک آره. اینی ما فکر منم بازی موقع اگر بازی کارای بسیار عاجل شوه که داوود تکا رسید نتنید اینجا ما سال بسیار نزدیک است. آره نزدیک. والا خوبه. یعنی یک میسو باز دایزنگی هم مورا هم را دارید کوتال در بالا کوتال. 50 مورا. لایت 50. صاحب 50 دای کندی باز وراس هم تو. اشترلای وراسو. صاحب مورا رویشه. یعنی این سربلام رویش است. 50 اینی در بالا. این در بالا از مو. یعنی یک ساحه را ما گفت یک وقت نقشه بود دوست عزیز بر از ما فکر کنم از طریق ولایت ما امین سال شنیدم برنامه ولایت امی بود که فکر کنم یک سرک از بامیان از یک کولنگ وصل میشد امی تو میمو طرف بیسود میگفت باید کور شو امی بوده
یه یاد تگاوی سربلاغ کدام از تگاو مشکوک شد صاحب اورمام خبر دیم امی اردو تگاو مشکوک شد باز نشد دیگه فهمیده نشد که کدامش آیا سروی دیگه خوب سروی نشد فهمیده نشد دیگه گفت چی بود خب این پلان است من مطمئنم حتما یک روز عملی خود شد دیگه من که تا جایی که خبر داشتم همین بهار سال بود فکر کنم در ولایت سرزمی برنامه بود دیگه نمیدونیم که آیا کار از چی وقت شروع خود شد آیا شد نشد دیگه آیا یی تگاو یا او تگاو منتها کویبرو بود از آیا کویبرو متو در این طرف وصل میشه روی بامیان وصل منه که نزدیک در یک اولنگ متو در سرک عمومی وصل شه خب تشکر قوما از کلگی شما یک لحظه مزایم کلگی شما شدیم آمادیم شیشتیم مشکلات و اینا صحبت کردیم خب نه تشکر دوستای عزیزم در قسمت آوبند اوی در دوستایی که مینگره ما را ما فکر می‌کنم یک مکان خوب است در قسمت آوبند اکثر کسا بر از ما پیشنهاد داده بود که یک مکان باشه که در قسمت کمایی مردم کار شود تا کمایی مردم رفت شود دیگه یک سایه بسیار خوب داره و آوش ما خوب بود خود سطح داره مردم من مطمئن و مشکل نداره در اونجا بند انداخته شه بسیار خوب است دوستان عزیز تشکر که تا این دم بیننده بودید ما را از تگاوی برخانه از قریه دیوال انتظار ان شاء الله منتظر بقیه برنامه از ما باشید سایل کدی این دشت بلا این تگاو شو اینو لینی طرف خب اینو من دیگه باید ایسی باره خب خب این دره نامش نام زی دره چی بود؟ سورسو اینجا دیگه قریه پشت زیاده دیگه حتما سه قریه خب هر قریهش خود چندین خونه میشه دیگه
رسانه بی سود، رسانه مردم، از خود مردم، بلده مردم.